پسر ادعا میکرد که زندگی گذشته خودش یادشه، تا اینکه پدر مادرش دیدن که دروغ نمیگه. اسم این پسر آریاس و با خال مادرزایی روی پیشانیش به دنیا اومد. وقتی بزرگتر شد و تونست صحبت کنه، به پدر و مادرش هی میگفت که قبلا یه زندگی دیگه ای داشته، اما در بدن مرد دیگری بود و او ادعا میکرد که توسط همسایه‌اش با تبر کشته شده و ترسناکترین چیزش هم اینجاست که پسری در همین روستا ناپدید شد و مظنون اصلی هم همسایه‌اش بود. بنابراین آریاس و پدر مادرش رفتن سمت این خونه. وقتی همسایه در رو باز کرد استرس گرفت وقتی فهمید که چرا اینجان، اما آریاس این مرد و خانواده‌اش رو مجبور کردن که بیان دنبالش، چون میدونست که جسد خودش کجا خاک کرد. بنابراین هر 4 نفر کیلومترها از روستا دور شدن و شروع کردن خاک رو بکنن و شما باور نخواهید که اینا چی پیدا کردن. اینا یک جمجمه زیر خاک پیدا کردن و دقیقاً همون جایی که علامت مادرزایی آریاس ترک خورده. همه لال بودن و لحظاتی بعد پلیس اومد و این مرد رو دستگیر و به اعدام محکوم کردن.